خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از داستان خباب ابن ارد، پسر بچه غلامی از بنی تمیم که به اسارت گرفته شده و ام انمار در مکه اون رو میخره تا از اون بتونه بهره برداری بکنه، سود ببره، آموزش های ساخت شمشیر رو، سلاح‌های نظامی رو بهش یاد میده، براش مغازه‌ای باز میکنه. اما خباب ابن ارد جزو ششمین نفری است که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان میاره و سخت‌ترین شکنجه ها رو در این مسیر تحمل میکنه و گفت این رو در آتش، در گرمای داغ اون صحرای مکه قرار میدادن، لباساشو تنش در می آوردن، لباسهای آهنین بر تنش میکردن، از شدت گرما اونو زیر شکنجه قرار میدادن، اما حاضر نبود کوتاه بیاد. در مورد پیامبر میگه بله محمد پیامبر خداست، خدا یگانه هست. در مورد بت‌ها میگه این بت‌هاتون نمیشنون، نبی میدن، نه حرف میزنن، نه کاری میتونن بکنن، اینها چه ارزشی دارن؟ و اینها بیشتر اون رو شکنجه میدادن. میگن یکی از این روزها یه وقتی شد ام انمار خیلی آدم قسی القلبی بود، این زن با برادرش رد میشد، دید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از جلوی دکانشون رد میشه و داره با خباب صحبت میکنه. وقتی که این صحنه رو میدید این دیوانه میشد و شروع کرد خباب رو هر روز بیشتر از روز قبل شکنجه میکرد. میگفت آهن رو میگرفت داغ میکرد و طوری که گداخته میشد و این آهنها رو میذاشتن، آهن گداخته رو سر خباب تا دود از سر خباب بلند میشد و از شدت این شکنجه بیهوش میشد و ازش میخواستن که ایمان رو رها بکنه، اما اون رها نمیکرد و خباب وقتی که این حالت برش رخ میداد دیگه از شدت درد و شکنجه نفرین میکرد ام انمار رو و برادرش رو، سبا رو، تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد که اینها هجرت کنن. من نمونه هایی رو میخوام از شکنجه‌ای که خباب ابن ارد دیده براتون تعریف کنم، شاید ببینید چه اتفاقی افتاده که امام بخاری نقل میکنه که از خباب که میگه من رفتم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حالی که پیامبر تکیه داده بود به یک گرده در سایه کعبه و گفتیم یا رسول الله ما از این مشرکان داریم خیلی سختی میبینیم، خیلی شکنجه میبینیم، آیا حاضر نیستی خدا رو دعا بکنی؟ میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشست و در حالی که چهرهش سرخ شده بود و گفت یا خباب نگاه کن، قبل از شما کسانی بودن، امتهایی بودن که اینها رو با شانه‌های آهنین شکنجه می‌کردن، گوشت از استخوانشون جدا می‌شد، رگ و پوست از بدنشون جدا می‌شد، اما اینها دست از دینشون بر نمی‌داشتن، اره رو سرشون می‌ذاشتن، اینها رو به دو نصف می‌کردن، اما باز هم اینها دین رو رها نمی‌کردن. و مطمئن باش خباب این روزها به پایان خواهد رسید، این شکنجه ها پایان خواهد رسید و این شکنجه ای که مشرکین میکنن این نخواهد تونست شما رو از پای در بیاره. شما باید مثل کوه باشید. و در هر صورت میگه این روایت رو برای ما نقل میکرد. در جای دیگه نقل شده که خباب نقل میکنه که چگونه اینها میومدن باهاش اینو شکنجه میکردن در شرایط خیلی سختی که آیات قرآن هم در این مورد نازل شد که پیامبر گفت افریت الذی کفر به آیاتنا و قال لاوتین مالا و ولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، که این آیاتی که در این موارد نقل شد در این مورد اومده. خباب ابن ارد نقل میکنه که عبدالله نقل میکنه که خباب دیگه همراه پیامبر بود، علیرغم همه این شکنجه هایی که دیده بود پیامبر رو رها نکرد. و خب ما تا اونجا رسیدیم که گفتیم که خباب دیگه در زمره مهاجرانی بود که به مدینه هجرت کرد و همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه بود بعد از اون و دیگه مکه رو برای همیشه ترک کرد. اما یادتون باشه ما اشاره کردیم که خباب زیر این شکنجه دعا کرد، نفرین کرد، هم ام انمار هم برادرش، به خاطر شکنجه‌های سختی طاقت فرسایی که بر اون وارد می‌کردن. نقل شده که ام انمار دچار یک سردردی شد، سردرد شدیدی شده بود که اصلا تحمل اون سردرد رو نداشت و تا به حال از چنین سردردی رو هم نقل نکرده بودن تا در مکه کسی بهش مبتلا شده باشه و مثل حیوانات زوزه میکشید، مثل سگ مثلا صدا در می آورد از خودش از شدت درد. چگونه سگ ها مثلا زوزه میکشن یا حیوانات زوزه میکشن، این از شدت درد ام انمار زوزه میکشید و پسراش از هر طرف دنبال پزشک میرفتن که پزشکی پیدا بکنن بتونن اینو درمان پیدا کنن. آخر گفتن هیچ درمانی نداره مگر اینکه شما یک چیزی رو داغ کنید روی سرش بذارید که از شدت این سوزش و داغی این بتونه سردرد رو فراموش بکنه. این بود که آهن رو داغ میکردن رو سر ام انمار میذاشتن و این از شدت اون درد داغی و سوزش دردسر خودش رو فراموش میکرد. و در هر صورت
این دعایی بود که خباب کرد و این عمار هم به این مبتلا شد. خباب در کنار انصار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه زندگی راحتی رو داشت و در حالی که واقعا یک عمر در رنج و سختی بود، الان دیگه به آرامش رسیده بود، کنار پیامبر خدا بود، کنار یاران رسول خدا، مهاجران و انصار بود و دیگه گاه یادش می اومد و چه روزهای سختی و چه شکنجه هایی رو دیده. ایشون همراه پیامبر در جنگ بدر بود، زیر پرچم پیامبر جنگید، همچنین در جنگ احد بود و با چشمان خودش دید که سبا ابن عبدالعزی برادر عمار چگونه در بین کسانی بود که در میدان جنگ کشته شد توسط شیر اسلام حمزه سید الشهدا که به خاک و خون غلتید و این هم خداوند به سزای خودش رسوند. زندگی خباب ادامه پیدا کرد و با هر 4 خلیفه همراه بود، خلفای راشدین، و اونها هم بهش خیلی احترام میذاشتن، مورد توجهشون بود و یه روز میگن خباب نزد عمر اومد در زمان خلافتش و عمر اونو در بالای مجلس نشوند، آورد نزدیک خودش، گفت نگاه کن خباب، این جایی که تو نشستی احدی دیگه جز بلال شایستگی نشستن این جایگاه رو نداره، بهترین جایگاهی بود که اونجا براش قرار داد و سوال کرده خباب کو بگو مشرکین با چه میکردن، چگونه شکنجت میدادن. خباب خجالت میکشید، حرفی نمیزد. عمر اصرار میکرد. اینجا بود خباب این پیراهنش رو بالا زد و ردایی که داشت و عمر دید وای، دید چه اتفاقی، چی شده پشت سرت، این پشتات این شکنجه‌ای شده. گفت مشرکین می اومدن هیزم داغ میکردن، فلز داغ میکردن، روی پشتم میذاشتن و لباس منو میکشیدن، از بدنم برهنه میکردن تا جایی که من زیر این شکنجه های، این فلزهای داغی که بر پشتم میذاشتن گوشتام میریخت و استخوانام فقط دیده میشد و این آتش دیگه هیچی از بدن من جز استخوان باقی نذاشته بود و تمام بدنش پر از این شکنجه ها و آثار بود. در هر صورت خباب در این قسمت دوم زندگیش که بعد از این فقر و سختی که بود، خداوند دیگه حالا بهش ثروت زیادی داده بود. بالاخره مسلمانان به عزت رسیده بودن، به قدرت رسیده بودن و چنان ثروتی داشت که اصلا خودش هم تصور نمی‌کرد. ایشون در خونه‌شو باز گذاشته بود، درهم و دنانی رو هر چی که داشت اینا رو گذاشته بود، هر کسی نیازمند بود بیاد ببره. نه براش صندوقی زده بود، نه قفلی زده بود و هر کی نیاز داشت بدون اینکه حتی بیاد اجازه بگیره می اومد از خباب این دارایی‌ها رو می‌برد و اصلا سوال هم نمی‌کرد برای چی شما میایید میبرید. اینقدر یعنی ایشون اهل خیر و اهل به قول معروف نیکی بود، چرا که دیده بود دوران رنج رو. گروهی از اصحاب نقل میکنن یارانش که میگن ما وارد خونه خباب شدیم در حالی که این در بیماری مرگ بود، دیگه لحظات آخر بود. بعد گفتش که نگاه کنین در این محل 80,000 درهم هست، قسم به خدا من هرگز روی این پولها نه قفلی زدم، نه بندی زدم، نه پنهانشون کردم و هر کسی هم سائلی نیازمندی هم اومد هر چی خواست برای خودش برد و خباب گریه میکرد. گفت خب حالا واسه چی داری گریه میکنی؟ تو که این چنین زندگی داشتی، اینقدر اهل خیر بودی، این صحابی پیامبر بودی. گفت من گریه میکنم به خاطر یاران خودم، اصحاب خودم که قبل از من مردن و از این نعمتهای دنیا بهره مند نشدم و من امروز موندم و به این همه مال و ثروت دست پیدا کردم. میترسم این مال و ثروت منو از ثواب آخرت دور بکنه. در هر صورت خباب به نزد خدا مهاجرت کرد دیگه، از این دنیا رفت و حضرت علی رضی الله عنه برش نماز خوند و بر قبرش ایستاد، گفت خدا خباب رو رحمت کنه. خباب اسلام رو پذیرفت با کمال میل و با تمام علاقه، هجرت کرد با میل و علاقه بدون اینی کسی اجبارش کرده باشه و زندگی هم کرد همچون یک مجاهد و خداوند هرگز اجر چنین انسانهایی رو پایمال نخواهد کرد. خیلی جالب هست، نقل شده که خباب، عبدالله ابن خباب از پدرش نقل میکنه، عبدالله از پدرش خباب نقل میکنه که میگه در جنگ بدر همراه پیامبر خدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و تا صبح مراقب پیامبر بود. وقتی که پیامبر نمازش رو تموم کرد، خباب گفت یا رسول الله من پدر مادرم فدای تو بشه، دیدم دیشب نماز عجیبی خوندی، نمازی خوندی که تا به حال مشابه اون رو من ندیده بودم. این نماز چی بود؟ میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتش که من از خدا در اون نماز 3 چیز رو خواستم، 2 تاشو خدا به من داد و یکیش رو من از اون منع کرد. من از خدا خواستم خدای قوم من رو، امت من رو هلاک نکن مثل اینکه امتهای قبلی رو هلاک کردی و نابود کردی.
و خدا قبول کرد. خدا خواستم که خدای کاری نکن که دشمن دیگه بتونه بر ما غلبه کنه، ما خوار و ذلیل بشیم. این رو هم خداوند به من عطا کرد و از خدا خواستم که خدای کاری نکن که بین ما تفرقه بیفته، مسلمانان جدایی بیفته، اما خدا دیگه این رو، دعای من رو قبول نکرد. نکته جالبی که وجود داره، خباب میدونستید که همون شخصیتی که سبب اسلام آوردن عمر رضی الله عنه شد. خباب به خونه فاطمه خواهر عمر میرفت و برایش قرآن آموزش میداد و خب داماد عمر رو آموزش میداد و یه روز عمر که وقتی خبر شد که خواهرش مسلمان شده، دامادش مسلمان شده، شمشیر از نیام کشید و رفت بالاخره به خونه اونجایی که خباب بود و که خونه خواهرش و دامادش و بالاخره برخوردی شد. داستان اسلام رو هم شنیدید که دیگه وقتی که ضربه‌ای زد با همون شمشیر یا قبضه شمشیر به خواهرش، دهان خواهرش خونی شد و حمله کرد که دامادش رو بکشه که شما چرا مسلمان شدید، چرا آبروی منو بردید، من می‌خواستم برم محمد رو بکشم، میگم برو خانواده خودت رو جلوشو بگیر، مسلمان شده. و دیگه وقتی خواهرش دید عمر همینجوری نشسته بود و خواهرم گفت می‌خوای بکشی بکش، ما اسلام آوردیم. وقتی خباب فهمید که این چنینه، در حالی که صحیفه قرآن دستش بود، اومد و بیرون رو گفت ای خباب تو هم اینجایی، این چیه دستته؟ گفت این صحیفه از قرآن هست. و بعد گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم برات دعا کرد و آیاتی از قرآن رو خوند و دیگه این سبب شد که عمر رضی الله عنه مسلمان شد. آیاتی از سوره طه رو خوند و گفت من امید دارم که عمر تو مسلمان بشی، چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعای ویژه کرده. من دیروز شنیدم که پیامبر گفت که خدای اسلام رو یا با ابوالحکم که همین ابو جهل باشه، ابوالحکم اسلام رو تقویت کن، یا با عمر ابن خطاب. قسم به خدا من فکر کنم که دعا در مورد تو استجابت بشه، تو این لیاقت رو داری. و این بود که عمر رضی الله عنه مسلمان شد. و خب ما گفتیم که خباب در کوفه در سال 37 هجری در حالی که سنش 73 سال بود از دنیا رفت و علی رضی الله عنه زمانی که از صفین برگشت بر ایشون نماز خوند و این دعای خیر رو در مورد خباب کرد. خب داستان خباب هم به صورت مختصر ما خدمتتون ارائه دادیم، به پایان رسید. تا روز دیگه و جلسه دیگه و داستانی دیگه از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.